با سلام به شما بازدید کننده های خاص فایل. امید صناعی هستم. با آموزش کار با نرم افزار ساخت برنامه هفتگی در خدمت شما هستم. در این آموزش نحوه نصب کردن برنامه و حل مشکل فارسی سازیش و همچنین کار کردن با این برنامه و ساخت یک برنامه هفتگی جدید رو به شما آموزش خواهم داد. خب، برای نصب این برنامه شما ابتدا باید این فایل رو از سایت دانلود کنید و فایل به صورت فشرده هسته. شما میتونید با راست کلیک کردن و زدن اکسترکت فایل این فایل رو استرکت کنید. توجه کنید شما باید یه رمزی وارد کنید که رمز این فایل هم خاص فایل .ir هستش. بعد اکسترکت کردن شما روی برنامه کلیک میکنید تا اجرا بشه. به صورت پیش‌فرض برای شما زبان فارسی انتخاب شده و شما میتونید زبان دلخواه خودتون انتخاب کنید. توجه کنید بعضی از سیستم ها با انتخاب زبان فارسی براشون نشانه هایی ظاهر میشه که قابل رویت نیستن، مثلا نشانه های عجیبی که به صورت سوال و تعجب نشون داده شدن. برای حل این مشکل شما از قسمت استارت روی کنترل پنل کلیک کنید و از قسمت ریجن اند لنگویج تب ادمینیستراتیو روی چنج سیستم لوکال و در این قسمت که به صورت پیش‌فرض برای شما انگلیسی هستش رو به پرشن یعنی فارسی تغییر بدید. توجه کنید هر گونه تغییری که در این فایل صورت بگیره برای شما یه پیامی میاد حاکی بر این که سیستم شما رو ریستارت کنه. شما روی ریستارت کلیک کنید، ریستارت نو کلیک کنید تا سیستمتون دوباره راه اندازی بشه و سپس اقدام به نصب کنید تا مشکل فارسی نویسی شما و نمایان شدن فارسیش حل بشه. برای نصبش روی بعد کلیک کنید، بعد اون بزنید و روی نصب کلیک کنید. توجه کنید این نرم افزار کاملا انگلیسی بوده و طبق تحریم هایی که ایران هست شما نمیتونید ریجستریش رو بخرید یا لاینسنسش رو بخرید. برای همین ما یه فایل پچی گذاشتیم تا شما بدون زحمت و بدون خریدن نسخه انگلیسیش بتونید این افزار رو فعال کنید. برای این کار شما تیک اجرای برنامه رو بردارید و پایان رو بزنید. روی فایل پچ کلیک کنید، پچ رو بزنید، در این قسمت روی یس کلیک کنید و شما باید پیش‌فرض به درایو سی تایم تیبل و روی روز دات اکسه کلیک کنید و اوپن رو بزنید و روی پچ می‌بینید که این فایل با موفقیت پچ شد و شما بدون هزینه این فایل رو فعال سازی کرد. بسیار خوب، به قسمت آموزش کار با این نرم افزار در خدمت شما هستیم. برای این کار باید شما نرم افزار رو باز کنید. بعد از باز کردن نرم افزار این صفحه نمایش داده میشه. توجه کنید به صورت پیش‌فرض برای شما آموزش هایی رو خود این نرم افزار در نظر گرفته که شما میتونید با کلیک کردن روی این قسمت آموزش مد نظر خودتون رو از خود سیستم دریافت کنید. و یه سری تب‌هایی وجود داره که من سعی میکنم یکی این تب‌ها رو به شما معرفی کنم. برای اینکه اولین برنامه خودتون رو بسازید میتونید روی ساخت برنامه هفتگی جدید کلیک کنید یا از قسمت تب اصلی روی جدید کلیک کنید. در این قسمت شما با وارد کردن بعدی به قسمت بعد میرید. همونطور که میبینید نام مدرسه رو خواسته، میتونید نام مدرسه خودتون رو بنویسید که من مدرسه ابتدایی می‌نویسم به عنوان مثال و سال تحصیلی خودتون رو به شمسی وارد می‌کنید 95 96 و در این قسمت تعداد زنگ‌ها در روز که برای ابتدایی 5 زنگ در روز تعیین شده رو انتخاب می‌کنید و برای شما پیام میاد که میگه آیا می‌خواید تغییر بدیم این مقدار رو، روی بله کلیک کنید و در این قسمت هم میتونید تعداد روزها در هفته رو مشخص کنید که بعضی از مدارس یا بعضی از آموزشگاه‌ها بر اساس فوق برنامه‌هایی که دارن
از 1 تا 7 روز واسه دانش آموزاشون کلاس میذارن، حتی پنجشنبه جمعه ها هم کلاس میذارن. و این تغییر زنگ در روز رو برای آموزشگاه های مختلف فرق میکنه. مثلا دوره های اول و دوم متوسط تعداد زنگ هاشون با ابتدایی کمی متفاوته که شما میتونید به صورت دستی این قسمت رو ویرایش کنید. کار کردن با زنگ صفر توصیه میکنم همین الان این تیک رو بردارید تا دچار مشکل نشید، که من توصیهم همین هستش که این تیک رو همین ابتدای کار بردارید. و سایر تنظیم ها که میتونید خودتون به صورت شخصی این تنظیمات رو انجام بدید. روی بعدی کلیک میکنم. در این قسمت شما باید درس هاتون رو وارد کنید، که من اگه برای ابتدا این کار انجام بدم، نام درس مثلا ریاضی، ببینید شما با وارد کردن درس برای شما یه نام اختصاری میسازه و یه رنگی رو تعیین میکنه واسه درس. من توصیه میکنم نام درس یا هر چیز زدین در قسمت نام اختصاری کپی کنید تا موقعی که برای شما برنامه بسازه بدونید که چه برنامه‌ای رو براتون ساخته، چون برنامه ها رو بر اساس نام اختصاری میسازه. درس علوم همینطور در قسمت نام اختصاری من علومی می‌نویسم. درس هنر همینطور من هنر رو در بخش نام اختصاری می‌نویسم. درس ورزش یا تربیت بدنی که من واردش میکنم. درس هدیه های آسمان به اختصار من هدیه رو می‌نویسم. درس مطالعات اجتماعی رو من وارد میکنم. درس زبان فارسی و همینطور سایر درس هایی که وجود داره رو شما یکی یکی وارد میکنید. بعد از اینکه تمام درس ها رو وارد کردین روی بعدی کلیک کنید. در این قسمت شما باید کلاس های خودتون رو وارد کنید. روی جدید بزنید. نام کلاس ها، بعضی از مدارس نام کلاس هاشون رو بر اساس اعداد نوشتن، مثلا 101 102 103. یا شما میتونید کلاساتون رو بر اساس اول الف اول ب و اینا بنویسید، که من چند مورد رو انجام میدم. اول ب، دوم الف، دوم ب، سوم الف، سوم ب، چهارم الف، چهارم ب و همینطور تا آخر این کار رو ادامه بدید. من برای اینکه فایل زیاد طولانی نشه پنجم ب و ششم الف و ششم ب رو وارد میکنید و بعد از وارد کردن کامل کلاساتون روی بعدی کلیک میکنید. در این قسمت شما با نام اتاقاتون رو وارد کنید. اتاق به اتاق‌هایی گفته میشه که بار آموزشی داره، مثل آزمایشگاه که توصیه میکنم نام اختصاریش هم همون آزمایشگاه قرار بدید. مثل اگر شما ورزشتون رو درون استادیوم یا درون حیاط مدرسه تشکیل میدید، توصیه میکنم این قسمت رو کامل کنید تا من استادیوم وارد میکنم تا تداخلی با ورزش سایر کلاس ها نداشته باشه، یا آزمایشگاهی که قرار برنامه ریزی بشه تداخل با سایر کلاس ها نداشته باشه. و اتاق رایانه که شما میتونید یه زمانی رو به این اتاقات اختصاص بدید. و بعد از وارد کردن تمام اتاق‌ها روی بعدی کلیک کنید. در این قسمت باید شما نام دبیراتون رو وارد کنید. روی جدید کلیک کنید. من میزنم خانم شماره 1 یا دبیر شماره 1 یا نام خانم مدرس یا آقای مدرس، فرقی نمی‌کنه.
خب و روی تایید کلیک میکنم. در این قسمت یه صفحه جدیدی برام باز میشه که باید درس‌های یکی درس‌های این خانم رو وارد کنم. روی درس جدید کلیک میکنم، دبیر شماره 1، نام درس و ریاضی، کلاس اول ب یا اول الف. ببینید اگر معلمان شما به صورت تک پایه‌ای درس میدن، یعنی معلم ها به صورت ثابت هستن، شما میتونید به این روش معلم انتخاب کنید. ولی اگر معلم های شما به صورت ثابت نیستن، میتونید با ادغام کردن چند تا کلاس ها گروه بندی ها رو انجام بدین، گروه اول و ب رو مشخص کنید و حتی میتونید بگین که دبیر شماره 1 فقط درس علوم پایه های اول و دوم و سوم مثلا تدریس میکنن. خب ریاضی اول، ببینید تعداد ساعت های در هفته رو شما باید همون مقداری بدین که آموزش پرورش، شورای عالی آموزش پرورش تعیین کرده، که شما با مراجعه به سایت آموزش پرورش میتونید این فایل رو دریافت کنید. به عنوان مثال من 3 ساعت میزنم و روی اوکی کلیک میکنم. خب این یکی از نام درس هایی هستش که این خانم تدریس میکنه. شما باید درس بعدی رو اضافه کنید. نام درس علوم، کلاس اول الف، تعداد ساعت در هفته مثلا 3 ساعت. ببینید اینا رو باید حتما شما از اون جدولی که گفته شده وارد کنید و روی تایید کلیک کنید. درس بعدی رو همینطور ادامه میدین و یکی یکی واسه هر معلم این درس رو اضافه میکنید. اگر شما دبیر ورزش متفاوتی دارید، میتونید یک دبیر ورزش تعیین کنید و این درس ورزش رو به اون دبیر مربوطه بدید. حالا من به صورت پیش‌فرض ورزش رو به دبیر خود کلاس میدم. نام درس هدیه و شما یکی یکی این کار رو واسه تمام درس ها انجام میدین و روی بستن کلیک میکنید. خب این معلم یکی از کلاس های شما شد. ببینید اگر واسه ابتدایی دارین این فایل رو می‌نویسین، بر اساس تصویبی که شورای عالی آموزش پرورش انجام داده، تعداد واحدها 25 یا 24 ساعت باید باشه در هفته، که اگه کمتر باشه یعنی اینکه شما یک اشتباهی توی برنامه ریزیتون و توی واحدهای درسیتون انجام دادید. و میتونید اینجا آقای شماره 2 رو وارد کنید یا آقای چند نقطه. خب برای ایشون هم درس تعیین کنین. مثلا ایشون درس ریاضی کلاس دوم الف رو میدن و باید بهشون بگین که چند ساعت در هفتن. آها، تا یادم نرفته اینم بگم، اگر شما مدرسه‌تون از استادیوم استفاده میکنه، برای اینکه تداخل نداشته باشه ورزش کلاس هاتون با هم، شما باید در قسمت موقعی که دارین درس ورزش رو انتخاب میکنین، تیک اتاق اصلی رو بردارین و روی سایر اتاقهای در دسترس کلیک کنین. در این قسمت شما روی استادیوم کلیک میکنین. استادیوم به صورت پیش‌فرض برای شما نمایش داده میشه و روی تایید بزنید و اینجا استادیوم نمایش داده میشه و بازم تایید رو بزنید. شما باید تمام موارد رو کامل کنید و تایید رو بزنید. ببینید این کار باعث میشه که زمانی که یکی از کلاس های شما در استادیوم در حال ورزش کردنه، کلاس دیگه‌ای و خود برنامه به صورت تداخل در نیاره، یعنی کلاس دیگه اون زمان در برنامهش ورزش نداشته باشه. و همینطور تمام معلم هایتون رو واسه پایه های واسه کلاس هاتون مشخص میکنید که طبیعتا هرچی شما در مقطع ابتدایی هر کلاسی یک معلم هستش و حتی میتونید معلم های تقلیل هم به این قسمت اضافه کنید. بعد از اینکه تمام موارد رو کامل کردید، روی بعدی کلیک کنید و در انتها روی تولید برنامه هفتگی کلیک کنید. در آخرین قسمت ساخت برنامه هفتگی شما به پیامی برمیخورید که در این قسمت میتونیم درجه پیچیدگی برنامه هفتگی رو
که خود سیستم میخواد بچینه رو مشخص کنید. مثلا با صورت کاملا سختگیرانه انجام بده یا به صورت متوسط یا به صورت عادی این برنامه رو بریزه، یا اون شرط هایی که شما گذاشتین رو به صورت سختگیرانه انجام بده یا به صورت آسان. همچنین شما میتونید در اون قسمت اضافه کردن دبیران، واسه دبیران قسمت هایی که وقت های آزادی تعیین کنید که به جای اینها معلم های تقلیل مراجعه کنن. و بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید، بر اساس تنظیماتی که خودتون مد نظرتون هست انتخاب میکنید، روی شروع تولید برنامه هفتگی کلیک میکنید. ببینید چون من تعداد کمی رو وارد کردم، این برنامه زیاد جالب نشون داده نخواهد شد. و در این قسمت برای شما منوهایی میاد که میتونید با اضافه کردن محدودیت هایی باعث بشین که این برنامهتون کامل تر بشه. من بدون دستکاری روی تایید کلیک میکنم و پیام اومد واسم که اطلاعات دبیران به صورت کامل وارد نشده و خب من به خاطر تستش و آموزشش یه آموزش این معلمان رو کامل وارد نکردم، چون که حجم این فایل هم بالا میرفت هم طولانی تر میشد. روی اوکی کلیک میکنم و خود سیستم یک برنامه میچینه. حالا من خودم به صورت پیشفرض یک برنامه رو آماده کردم. بر اساس این برنامه بر اساس نگارش هایی است که دبیر شورای آموزش پرورش انجام داده و کاملا استاندارد هستش و کلیه دروس اضافه شده به این برنامه که شما ملاحظه میکنید و کلیه کلاس ها به صورت الف و ب اضافه شده. همچنین ورزشگاه، آزمایشگاه و اتاق رایانه رو اضافه شده و دبیرها رو به صورت برنامه هایی که این دبیرها دارن اضافه شده و همینطور که میبینید تعداد ساعت هایی که در هفته معلمان باید تدریس کنن به اینجا نمایش داده شده. و اگر شما این محصول رو من در خاص فایل به صورت غیر رایگان قرار میدم و اگر شما از جمله کسانی هستید که میخواید خیلی سریع و راحت برنامه هفتگی خودتون رو بنویسین و بکشین، توصیه میکنم این فایل رو خریداری کنید. و تنها کاری که شما باید بکنید، اگر حساسیت زیادی دارین میتونین نام دبیران خودتون رو ویرایش کنید. به جای دبیر اول الف میتونید نام دبیر رو بنویسید که هر چند فرقی نمیکنه و من توصیه نمی کنم که شما تغییراتی روی این فایل اعمال کنید. چرا؟ اگر بخواید میتونین درسی رو اضافه یا کم کنید، یا مثلا تعداد واحدها رو زیاد یا کم کنید، یا ویرایش های خاصی رو مد نظر خودتون رو انجام بدید. خب یکی از قابلیت های دیگه‌ای که این نرم افزار داره، بعد از اینکه شما برنامه‌تون رو به صورت کامل نوشتین، میتونید یه سری شرط هایی رو برای این برنامه در نظر بگیرید. مثلا در این قسمت با زدن ارتباطات و اضافه کردن میتونید در این قسمت دروس مورد نظرتون رو انتخاب کنید، مثلا دروس ریاضی و دروس علوم. و این قسمت میگیم که این دو درس رو در یک روز قرار نده، یا این قسمت رو پشت سر هم قرار نده. این دو درس رو که بعضی درس ها هستن که سنگینن، مثلا ریاضی و علوم بلافاصله پشت سر هم قرار بگیری، یا درس هایی که مد نظر خودتون هستش میتونید با تنظیماتی که خودتون اعمال کنید. و اینا به صورت فارسی هستش و شما میتونید با مطالعه کردن این قسمت ها و گذاشتن محدودیت ها این برنامه رو حرفه‌ای تر کنید. خب شما یه جاهایی وجود داره که معلمانتون اگر در دبیرستان یا دبیرستان دوره اول یا دوم میخواین دبیران رو به صورت محدودیت هایی براشون اعمال بشین، مثلا معلم کلاس اول میگه که من روزهای چهارشنبه وقتهای پرمه و نمیخوام چهارشنبه برنامه‌ای داشته باشم. شما با 2 بار کلیک کردن روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رو برای ایشون آزاد در نظر میگیریم. یعنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هیچ برنامه‌ای،
خود نرم افزار برای این دبیر اول الف در نظر نمیگیره و برای این کار روی تایید کلیک کنید تا تغییرات اعمال بشه. من چون این برنامه رو ساختم این تغییرات رو اعمال نمی کنم، ولی شما میتونید این تغییرات رو اعمال کنید و حتی میتونید محدود کنید معلم رو. محدود کردن تعداد ساعت‌هایی که میتونه یک معلم تدریس کنه یا حداقل ساعت‌هایی که باید در طول روز تدریس کنه رو میتونید تعیین کنید. و هر وقت شما تغییراتی رو اعمال کردید با زدن تولید برنامه میتونید کاری کنید که سیستم یک بار دیگه یک برنامه جدیدی رو برای شما بسازه و بر اساس اون تغییراتی که شما دادین زمان میبره تا این سیستم به صورت کامل برای شما برنامه پیش‌فرضش رو بسازه. که من روی انصراف کلیک میکنم تا بقیه آموزش رو براتون توضیح بدم. قسمتی وجود داره به نام کنترل که شما میتونید خطاهایی که ایجاد شده رو بررسی کنید و در قسمت مدرسه شما میتونید مشخصات مدرسه خودتون رو ویرایش کنید که تعداد زنگ‌ها و تعداد روزها در هفته که توضیح داده شد. در قسمت پیشنمایش یا چاپ میتونید برنامه هفتگی خودتون رو طراحی کنید و به صورت پیش‌فرض با زدن روی طراحی پیش‌فرض چند تا طرح مختلف رو امتحان کنید که به صورت پیش‌فرض در این برنامه وجود داره و همچنین میتونید خروجی رو بگیرید، خروجی های به اکسل یا به صورت HTML. میتونید مشخصات رو تغییر بدیم در قسمت مشخصات، در قسمت نمایش تغییرات مورد نظرتون رو اعمال کنید و میتونید با زدن آمار رو مشاهده کنید که بستگی داره. اگر شما توی سایر پایه ها دارین برای سایر پایه ها میخواین برنامه ریزی کنید، شما میتونید برای استادهاتون یه زمان استراحت در نظر بگیرید تا در خستگی میزان خستگی استادها کاهش پیدا کنه و سایر تنظیماتی که شما میتونید خودتون اعمال کنید. این سعی کردم آموزش کاملی رو در اختیار شما قرار بدم و در این آموزش به اصلیات کار پرداخته شد و شاید یه سری نکات خیلی جزئی ریز مونده باشه که بررسی نشدن که در قسمت‌های بعدی این آموزش رو در اختیار شما قرار خواهم داد. از اینکه خاص فایل رو انتخاب کردیم متشکرم و تا دیداری بعد خدا نگهدار.